از تبریک خواستم دارم خدمتتون در رابطه با سال روز آزادسازی خرمشهر. میخواستم فقط این رو بگم با توجه به اینکه فردا روز 3 خرداد هستش، میخواستم که تبریک بهتون میگم به تمام ایرانیان عزیز، تمام فارسی زبانان عزیز و همیشه شاد باشن و امیدوارم که همیشه مقاومت رو داشته باشه، مد نظرشون باشه به امید آزادی ایران و واقعا که امیدوارم که همگی به هر حال تندرست و فیروز و شاد باشید به امید خلیج همیشه فارس ایران زمین. خیلی متشکرم. چقدر خوشحال شدیم که صدای گرم شما برادر عزیزمون رو در این برنامه شنیدیم. ما هم متقابلا باز هم تبریک میگیم و خیلی متشکرم از اینکه به درخواست حقیر پاسخ دادید. در خدمتتون هستیم آقای قیاس با ادامه صحبت عرض شما. خب اما